أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین در زیر حدیثی 1854 می‌فرماید: و عن ابی سلیمان خالد بن الولید رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو سلیمان خالد بن ولید رضی الله عنه روایت است که گفت: لقد انقطعت فی یدی یوم مؤتة 9 اسیاف. میگه واقعا شکست در دست من روز جنگ مؤتة 9 شمشیر. 9 شمشیر میگه در اون جنگ در دست من شکستند. فما بقی فی یدی الا صفیحة یمانیه. پس میگه باقی نمان در دست من در آن روز جنگ مؤتة مگر اینکه کاردی پهنی یمنی که بود. پس میگه یک کاردی پهنی یمنی در دست من قوه کرد و نشکست. غیر این میگه دیگه 9 کارد 9 شمشیر در دستم شکست. رواه البخاری. و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. ما و شما میدونیم که خالد ابن ولید یکی از جنگاوران، یکی از باغیرتان و یکی از خدمتگاران واقعی اسلام است که چقدر در دین و چقدر در اسلام خدمت کردگی است. پس این بزرگوار میگوید 9 کار در 9 شمشیر در یک جنگ میگه در دست من شکست. یعنی این دلالت میکند و بسیار جنگاور بودن و بسیار با قوت و بسیار انسانی خدمت کننده که در یک جنگ 9 شمشیر در دستش میشکند. خب این بود حدیث 1854 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1855 کتاب ریاض الصالحین را می آورد، میگوید: و عن عمرو بن العاص رضی الله عنه، یعنی از عمرو بن عاص رضی الله عنه روایت است: انه سمع رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول. هر آینه میگه عمرو بن عاص شنیده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید: اذا حکم الحاکم، یعنی هنگامی که حکم میکند حاکم، قاضی، مفتی، وقتی حکم میکند، فاجتهد، پس در این حکم کردگیش اجتهاد میکند. یک مسئله که واضح و صریح در بارش دلیل نیست، پس اجتهاد میکند. ثم اصاب، بعد اجتهادش این حکم برآوردهش درست میبراید، حکم برآوردهش درست و صحیح که میبراید، فله اجرانی. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید برای این قاضی و حاکم و مفتی 2 اجر و 2 پاداش است. یک پاداشش برای درست حکم برآوردنش، یک پاداش دیگرش برای سعی و تلاش و کوشش کرده است که تا اینکه این مسئله را درست و سالم اجتهاد کرده و حکمش برآورده تواند. پس میگه این انسان 2 ثواب میگیرد. و این حکم و اجتهد، میگه اگر که حکم کرد، حکم صادر بکند و اجتهاد کرد، فاخطأ، پس در این اجتهادش اگر اشتباه رخ بدهد، در این اجتهادش خطای رخ بدهد، فله اجرون، پس برای این مفتی و قاضی و فتوا دهنده میگم 1 اجر است. اون اجر برای چیست؟
اون اجر برای تلاش و سعی که کرده است، کوشش کرده است که این مسئله را درست جوابش بگوید، اما خطا کرد و اجتهادش غلط که برآمد، برای اجتهادی کردهش، برای حکم دادهش گناهگار نمی شود، بلکه یک ثواب میگیرد برای سعی و تلاش. یعنی دو ثواب نه، بلکه یک ثواب میگیرد. ببین که شریعت چی طور دین است که انسان برای سعی و تلاشش اجر و پاداش براش تقدیم میکند. این حدیث متفق علیه می باشد. از این حساب است که میگویم امام ها و بزرگانی که اجتهاد کردند در مسئله هایی که غلط کردند و خطا کردند و اشتباه کردند، امروز که یا بعد از گذشتن اونها که ما فهمیدیم آنها اشتباه کرده بودند، پس ما نباید اشتباه اونها را پیروی بکنیم، بلکه میگیم اونها یک اجر گرفتن، یک ثواب گرفتن برای اجتهادشان، اما حکمی برآوردهشان غلط است، ما پیروی نمیکنیم در آن حکمی برآوردهش. مثلا در پیروی مذهب که بعضی از صاحبان مذهبا یا که بعضی از علمایی که در مذهب هستند، اینها بعضی اشتباهات و بعضی خطاها و بعضی اجتهادهای غلط کردگی که هستند، یعنی اجتهاد کردن، اما اجتهاد چون غلط که برآمد، ما پس اجتهاد اونها را قدر میکنیم، میگیم الله سبحانه و تعالی برای اونها پاداش داد، یک ثواب داد برای اجتهادشان، اما ما خطای اونها را پیروی نمیکنیم. پس این بود حدیث 1855 کتاب ریاض الصالحین که انسان، قاضی، مفتی، حاکم برای تلاشش اگر غلط هم که باشد، تلاشی که کرده است برای صادر کردن حکم که درست صادر بکند، اجر و پاداش میگیرد است. اما اگر درست حکم کند، دو اجر و دو ثواب اون انسان به دست می آورد. و این اجتهاد با هر کس فکر نکند که، یا هر انسان جاهل و هر انسانی که مفتی و قاضی و حاکم نیست بگوید که من اجتهاد میکنم و حکم صادر میکنم، پس من یک ثواب میگیرم، اگر غلط کردم درست کردم دو ثواب میگیرم. نه، این برای هر کس نیست. این برای کی است؟ برای کسی که شرط اجتهاد در اون انسان وجود داشته باشد. اگر شرط اجتهاد در اون انسان وجود نداشته باشد، اگر اجتهاد بکند، پس اون انسان گناهگار می شود. اگر هرچند در اجتهادش درست هم ببرد، گناهگار می شود. برای همون علما میگن که و اما اذا لم تتوفر فیه اسبابه، اما کسی را که سببهای اجتهاد در اون انسان نباشد، فاجتهد و اجتهاد بکند اون انسان، فهو آثم، پس اون انسان میگه گناهگار است، ولو اصاب الحق، اگر هرچند که حق را هم پیدا بکند، اگر هرچند که اجتهادی کردهش درست هم باشد، میگه اون انسان خطا کرده است. چرا؟ زیرا که حالا شاید یک اجتهاد میکند، اجتهادش درست میبروید، دوم بار اجتهاد میکند درست میبروید، سوم بار اجتهاد میکند درست میبروید، پس این انسان فکر میکند که دیگر همه اجتهاداش درست است، پس در غلط و خطا میرود. برای همین خاطر پیش از اونه که این انسان مغرور شود، پیش از اونه که این انسان در غلط و خطا بیفتد، پیش راش شریعت من میکنه، میگه تو شرط شروط اجتهاد که نداری، تو نباید اجتهاد کنی از پیش خودتو و این کار را برای خودت راه بدهی، بلکه این کار را کی میکند؟ کسی که شرط شروط اجتهاد را دارد، یعنی که حاکم میکند و قاضی میکند و مفتی میکند، اینها این کار را انجام میدن، زیرا که وظیفه اونها هم هست این مسئله. خب این بود حدیث 1855 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1856 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و میگوید و عن عایشه رضی الله عنها ان النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین رضی الله عنها روایت است که هر آن پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که الحم من فیه جهنم فابردوها بالماء. پیغمبر میگوید که تب کردن، یعنی حرارتی بدن بلند شدن که تسب میکند انسان، حرارتی بدنش بلند میشود،
میگه من فیح جهنم، این از همون گرمی های دوزخ می باشد. میگه این انا همون گرمی های دوزخ است. فابردوها بالماء، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید پس خنوک بکنید، سرد بکنید این حرارت بلندی بدن را با آب سردش بکنید، با آب خنوکش بکنید که این گرمی و این حرارت بلندی بدن، این تبی بدن از بین برود. این حدیث متفق علیه، این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1856 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1857 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عنها رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، یعنی از حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها روایت است از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفتند من مات و علیه صوم، یعنی هر کسی که بمیرد و بر عهده اون انسان، بالای اون انسان قرض روزه باشد، صام عنه ولیه، پس روزه میگیرد از طرف اون انسان بجای اون مرده، ولی اون مرده، صاحب اون مرده، یعنی که همسر اون مرده یا فرزندای اون مرده یا پدر و مادرش یا برادراش یا خلاصه یک خیش تبار از خیش تبار اون مرده میگه روزه میگیرد. اون روزه را که باید اون مرده میگرفت و گرفته نتوانست. و در این مسئله مثلا یک انسان رمضان در سفر کرد یا در رمضان بیمار بود یا سفر کرد و این انسان از سفر برگشت، بعد میخواست که این روزه اش رو بگیرد، اینه نکرد، چند ماه از بین گذشت و روزه رمضانش رو گرفته نتوانست. پس این انسان وفات کرد. برای ولی این مرده حقشون همین است که روزه بگیرد، یا که حکم شرعیش واجب نیست، یعنی حتمی نیست، مستحب است، یعنی خوب است، افضل است، بهتر است که صاحبانش از جای اون مرده روزه بگیرند. اگر خیش تبارش چی دور باشد چی نزدیک، فرق ندارد که فرزندش است، خالهش است، عمهش است، یا بچه خالش است، بچه تقایش است، خلاصه هر کسی که باشد یکی از خیش تبارش از جای این روزه بگیرد. این مستحب است، خوب است، اما حتمی و فرض و واجب نمی باشد، بلکه استحباب دارد. اگر که گرفتن بسیار خوب می شود. این حدیث متفق علیه است. میگه والمختارو، اما میگه قولی که اختیار شده است، بهتر، جواز صوم عمن مات، یعنی جایز بودن روزه گرفتن از کسی که وفات میکند و علیه صوم، یعنی که بالای اون انسان روزه هست، یا یک انسان از روزه قرضدار است، چند روزه، چی روزه رمضان باشد چی نظر باشد، حتی نظر هم که باشد در گردش واجب که گردونده از روزه را، پس این انسان وقتی که وفات میکنه میگه جواز و صومی، جایز از روزه گرفتن. از این حساب گفتیم که حکمش مستحب است، یعنی که حتمی نیست. میگه لهذا الحدیثی، دلیل منچی است که مستحب است یا دلیل منچی است که جایز است روزه بگیرن از تن مرده؟ دلیل منچی حدیثی که حالا خوانده استودیم، حدیث 1857 کتاب ریاض الصالحین که پیغمبر میگه من مات و علیه صوم، کسی بمیرد بر عهدهش روزه باشد، صام عنه ولیه، ولی اون مرده از جای اون مرده روزه میگیرد. پس همین حدیث دلیل است که جایز است از تن مرده روزه بگیرند. اگر قرضدار باشد یا نذر کرده باشد پس میتونن از تنش روزه بگیرند. والمراد بالولی، میگم مراد از ولی در اینجا القریبو، یعنی خیش توارش میباشد، وارثن کان او غیر وارثین، اون خیش توارایی که ایرث میبرد یا اون خیش توارایی که ایرث نمیبرد، هر کسی که باشد. از این حساب گفتیم که بچه خاله است، بچه عمک است، بچه عمه است، هر کسی که باشد،
یکی از خیش تباراش میتوند روزه بگیرد. چی از این انسان ایرس میبرد، چی ایرس نمیبرد. یعنی پدر و مادرش ایرس میبرند، یا که مثلا فرزنداش ایرس میبرند، یا کسانی که ایرس نمیبرند، مثلا بچه خالش ایرس نمیبرد، بچه عمش ایرس نمیبرد، بچه عمکش ایرس نمیبرد، اما میتونند که از تن این مرده روزه بگیرند. پس این بود توضیحات در زیر حدیث 1857 کتاب ریاض الصالحین که این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1858 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید و عن عوف بن مالک بن طفیل، یعنی از عوف بن مالک بن طفیل روایت است ان عائشه رضی الله عنها حدثت ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال في بيع او عطاء اعطته عائشه رضي الله تعالى عنها. میگوید که در این حدیث هر آیه میگه عایشه رضی الله عنها حدثت، یعنی خبر رسید، حضرت عایشه رضی الله عنها خبر رسید که عبدالله ابن زبیر رضی الله عنهما، الله از هر دوشون راضی باد، قال فی بیع، گفته است درباره یک معامله که حضرت عایشه داشته است، یگان خرید و فروشی که داشته است، او عطاء، یا بخشش صدقه که حضرت عایشه رضی الله عنها داشته است، اعطته، یعنی صدقه که حضرت عایشه داده است رضی الله تعالی عنها. این خبر که به حضرت عایشه که رسید میگه، پس حضرت عایشه رضی الله عنها قسم خورد که والله لتنتهین عایشه. پس میگه حضرت عبدالله ابن زبیر میگه گفته است که، یعنی این خبر به حضرت عایشه رسیده است که حضرت عبدالله ابن زبیر گفته است که والله لتنتهین عایشه، یعنی قسم به الله یا دست میکشد عایشه رضی الله عنها، او لاحجرن علیها، یا گفته است حضرت عبدالله گفته است که یا من میکنم باز میدارم حضرت عایشه را. پس میگه قالت، حضرت عایشه گفته است که اهو قال هذا، آیا عبدالله ابن زبیر همین گپ را گفته است؟ قالوا نعم، گفتن بله عبدالله ابن زبیر این گپ را گفته است. خب در اینجا یک لحظه توقف میکنیم و موضوع را بیان میکنیم تا اینکه این حدیث برای شنونده معلوم شود که این درباره چی گپ رفته ایستاده است. خب این حدیث سببش، این واقعی که حالا ذکرش میکنیم، این خبری که به حضرت عایشه رسید و این گپایی که شد، سببش در چی بود؟ ما و شما میدانیم حضرت عایشه رضی الله عنها یکی از عالمه ها بود، یکی از کسانی که بسیار علم و معلومات و دانش زیادی داشت، و حضرت عایشه رضی الله عنها یکی از انسان‌های بسیار سخی و سخاوتمند و بسیار انسانی دست به خیر بود، انسان بسیار دست به خیر بود. پس حضرت عایشه رضی الله عنها بار مال زیادش را صدقه کرد، مال زیادش را برای فقیران و ناداران و محتاجان تقسیم کرد، داد. وقتی که این تقسیم کردن حضرت عایشه رضی الله عنها به عبدالله ابن زبیر رسید، به عبدالله ابن زبیر رسید، عبدالله ابن زبیر قسم یاد کرد که یا حضرت عایشه رضی الله عنها از این کار دست میکشد که دیگر این طور مال زیاد رو صدقه ندید، این کار رو نکند، یا گفت من خودم بازش میدارم. خب عبدالله ابن زبیر به حضرت عایشه را چی میشود که این گپ رو میگوید؟ چی خیش تبارش است یا چی حق دارد؟ عبدالله ابن زبیر این جیان حضرت عایشه رضی الله عنها میشود. حضرت عایشه رضی الله عنها به عبدالله را خاله میشود، به عبدالله را خاله میشود. پس حضرت عایشه خاله عبدالله ابن زبیر هست. از این حساب است که عبدالله خالش حضرت عایشه که این مال زیاد را صدقه کی داد، این سخن را گفت. اکنون در دوام حدیث چی میگوید؟
قالوا نعم، گفتن بله عبدالله جیانت این سخن را گفته است. ای عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین، هو لله علی نذر الا اکلم ابن الزبیر ابدا. اکنون حضرت عایشه رضی الله عنها قسم یاد کرد، گفت هو لله علی نذر، گفت قسم به الله، لا اکلم ابن الزبیر ابدا، گفت با ابن زبیر هیچگاه دیگر گپ نمیزنم. با ابن زبیر که خواهرزاده اش است، با ابن زبیر عبدالله که بچه پی حضرت عایشه رضی الله عنها می باشد، گفت دیگر خلاص، من گفت با جیانم با این خواهرزادم گپ نمیزنم. پس اکنون ما و شما پیشتر قید کردیم که حضرت عایشه یکی از عالمه ها بود، یکی از انسان های دست به خیر بود. پس انسانی که این طور خاله داشته باشد، این خاله با انسان گپ نزند، خیلی سخت تمام می شود. پس برای عبدالله ابن زبیر این کار خیلی سخت تمام می شود، زیرا که حضرت عایشه قسم خورد که دیگر با عبدالله ابن زبیر با این خواهرزاده‌اش گپ نمی زند. پس اکنون عبدالله ابن زبیر از دنبال حل مسئله شد که چیکار کند که این خالش همراهش گپ زند، زیرا که خاله به جای مادر هست. میگه فاستشفى ابن زبیر الیها، پس برای شفاعت بردن یا که برای شفاعت کردن ابن زبیر نزد خاله اش رفت. حین طالت الهجرت، وقتی که طولانی شد قهر کردنشان. وقتی که چند روز قهر کردن، زیرا که تا 3 روز انسان حق قهر کردن دارد، حق قهر کردن دارد، اما بعد از 3 روز دیگر حقی که قهر کردن که نیست. وقتی که میگه طالت الهجرت، یعنی که طولانی گشت قهریشان، قهر کردنشان، پس حضرت عبدالله ابن زبیر از دنبال کار شد که چکار کند که خالش همراهش صحبت بکند. فقالت لا والله لا اشفع فیه ابدا. حضرت عایشه رضی الله عنها وقتی که هر کس شفاعتگر روی میکرد، هر کسی روی میکرد که واسطه شود، رود نزد حضرت عایشه و حضرت عایشه با این جیانش، با خواهرزاده‌اش گپ زند، و حضرت عایشه میگفت لا والله، نه قسم به الله، لا اشفع فیه ابدا، یعنی قبول نمیکنم شفاعت کسی رو درباره عبدالله ابن زبیر. خلاص که حضرت عایشه قبول نمیکرد، گفت ولا اتحنث الى نذری، گفت سوگندی که خوردگی هستم، سوگندم را نمیشکنم، این سوگندم را گفت نمیشکنم، شفاعت کسی رو قبول نمیکنم، یعنی با زبیر، با عبدالله ابن زبیر دیگر گپ نمیزنم. فلما طال ذلك، پس زمانی که میگه این خیلی طولانی شد، علی ابن زبیر، باز میگه از این طولانی تر شد، خیلی وقت گذشت. کلم المسور ابن مخرومه، پس صحبت کرد عبدالله ابن زبیر با مسور ابن مخرومه و همچنین با عبدالرحمن ابن اسود ابن عبد یغوث و قال لهما، هر دینها رو، یعنی که مسور رو با عبدالرحمن، عبدالله ابن زبیر گفت که انشدکم الله لما ادخلتمانی على عائشه رضی الله عنها، گفت انشدکم الله، یعنی که قسم میدهم هر دو شما رو به الله جل جلاله، لما ادخلتمانی علی عایشه، یعنی مرا ببرید هر دو شما نزد حضرت عایشه رضی الله عنها، یعنی که حضرت عبدالله ابن زبیر مسور را یا این مسور را با عبدالرحمن قسم داد، قسم به الله شما را میدهم که شما من را نزد حضرت عایشه ببرید، نزد خاله‌اش، یعنی حضرت عایشه ببرید. فانها لا يحل لها ان تنذر قطيعتي، پس گفت هر آینه، فانها هر آینه برای وی، لا يحل یعنی حلال نیست، ان تنذر قطيعتي یعنی که قسم یاد کند به خویش تباری را بریدن، قسمش را دوام بدهد با این
خیش تباری رو بریدن. فاقبل به المسور، پس میگه بردند عبدالله ابن زبیر را مسور با عبدالرحمن، مسور المسور و عبدالرحمن، یعنی مسور با عبدالرحمن حضرت عبدالله ابن زبیر را خانه حضرت عایشه بردند. حتی استأذنا علی عایشه، وقتی پشت در حضرت عایشه که رفتن اجازتی داخل شدن به خانه کردن، اجازت پرسیدن که عایشه آیا ما میتونیم ای ام المؤمنین خانه بدریم؟ فقالا، پس هر اینها گفتن، یعنی که مسور با عبدالرحمن گفتن که السلام علیکی و رحمت الله و برکاته اندخلوا، یعنی آیا اجازت است که ما بدریم؟ بعد از سلام دادن گفتن که آیا اجازت است که ما بدریم؟ قالت عایشه، حضرت عایشه گفتن که ادخلوا، بدریم. ببینید اینجا حضرت مسور با عبدالرحمن حیله ای را پیشه گرفتن، حیله کردن، نقشه کشیدن چی کار بکنن که عبدالله ابن زبیر را با خالهش آشتی بدرانند. پس اینها هر دویشان عبدالله را گرفتند و پشت دری حضرت عایشه رفتند. حضرت عایشه در داخل خانه بخبر که با این دو نفر عبدالله ابن زبیر هست و وقتی که به پشت در رفتن در تختق کردن و حضرت عایشه را اجازت پرسیدن، بعد از سلام دادن که آیا ما میتونیم بدرویم، حضرت عایشه گفته که قالت عایشه تو ادخلوا، حضرت عایشه گفتن بدروید، به خبر که جیانش خواهرزادهش با این هاست. قالوا کلنا، حضرت این دو بزرگوار ببینید نقشه کشیده اشان را، گفت بدروید. پس این دو بزرگوار گفتن که همه من بدرویم، یعنی عبدالله ابن زبیر هم در نظر دارن، زیرا که مسور هم بدروید، عبدالرحمن هم بدروید و عبدالله ابن زبیر هم بدروید، کلنا، آیا همه من بدرویم؟ قالت نعم ادخلوا کلکم، گفتن بله بدروید همه‌تون بدروید. ولا تعلم ان معهم ابن الزبیر، و نمیدونست حضرت عایشه که همراه این دو بزرگوار مسور با عبدالرحمن ابن زبیر عبدالله ابن زبیر هم هست. حضرت عایشه بیخبر از این مسئله هست. فلما دخلوا، پس زمانی که در آمدن در خانه اتاق حضرت عایشه رضی الله عنها، دخل ابن زبیر الحجاب، پس عبدالله ابن زبیر پشت پرده رفت، زیرا که دیگر مؤمن، زنهای مؤمن لباس میپوشند و خلاص، لباس میپوشند یعنی خودشون را محکم میکنن خلاص. اما مادران مؤمنان غیر از اونه که حجاب داشتن باز از پشت پرده گپ میزدن. پس حضرت عایشه رضی الله عنها در خانه خودش پرده داشت، هر کسی که می آمد اجازتی داخل شدن هم میپرسید میدر آمد، اما حضرت عایشه را نمیدید، زیرا که در پشت پرده است حضرت عایشه رضی الله عنها. پس وقتی که وقتی مسور و عبدالرحمن و عبدالله ابن زبیر به خانه حضرت عایشه که در آمدن، حضرت عایشه این طبیعی است که در پشت پرده است و این خواهرزاده حضرت عایشه عبدالله ابن زبیر میگه دخل ابن زبیر الحجاب، پشت حجاب را، زیرا که خاله اش است میتوند اون را ببیند، نزدی خاله اش رفت. میگه فاعتنق عایشه رضی الله عنها، میگه با آغوش گرفت عایشه رضی الله عنها را، یعنی خاله اش را با آغوش گرفت، زیرا که خاله به جای مادر است. پس حضرت عایشه را خواهرزاده‌اش عبدالله ابن زبیر با آغوش گرفت و تفق یناشدها و یبکی، و شروع کرد عبدالله ابن زبیر یناشدها، قسم میداد حضرت عایشه رضی الله عنها را، و یبکی، و گریه میکرد که آشته بکنن که این قهرگی را به آخر برسانند. و تفق المسور، و شروع کرد میگه حضرت مسور و عبدالرحمن یناشدانها، یعنی هر دینها هم حضرت عایشه را از پشت پرده قسم میدادند. ببین عبدالله ابن زبیر حضرت عایشه را قسم میداد که بیا آشتی بکنیم دیگر، بس از قهری نکنیم دیگر، و مسور همچنین این کار را میکرد، عبدالرحمن همچنین این کار را میکرد. الا کلمته و قبلت منه، مگر اینکه چنان
پافشاری کردن، چنان استوار ماندن در این دعوتشان، در این کارشان که قبلت منه، قبول کرد حضرت عایشه رضی الله عنه آشتی کردن با عبدالله ابن زبیر را قبول کرد. و یقولانی، و هر دی اونها یعنی که مسور با عبدالرحمن میگفتند که این النبی صلی الله علیه و سلم نهى عما قد علمت من الهجرة، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم منع کردگی است عما قد علمت من الهجرة، از اون چیزی که میدونی از قهری کردن. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است که ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق 3 لیال، یعنی حلال نیست برای مسلمان قهری بکند با برادر مسلمانش زیاده از 3 شبانه روز. زیاده از 3 شبانه روز یک مسلمان با مسلمان دیگر نمیتواند قهری بکند. فلما اکثروا علی عایشه من التذکیر و التحریج، پس زمانی که بسیار سخت گرفتن بر عایشه رضی الله عنها من التذکیر، یعنی پند و نصیحت و حدیث های پیغمبر و سخنان پیغمبر در نزد حضرت عایشه رضی الله عنها به یاد آوردن، و تحریجی و اصرار کردن، پافشاری کردن که باید عایشه رضی الله عنها قبول بکند با خواهرزاده‌اش گپ زدن رو آشتی بکنند. فقط تذکرهما و تبکی، پس شروع کرد حضرت عایشه رضی الله عنها تذکرهما، یعنی که سوگند خودش را به یاد می آورد و گریه میکرد. پس حضرت عایشه رضی الله عنها گریه کنان به یاد می آورد و ذکر میکرد که ای مسور، ای عبدالرحمن، من قسم یاد کردم که با عبدالله ابن زبیر گپ نمیزنم. تذکرهما یعنی که مسور را با عبدالرحمن حضرت عایشه یادرس میکرد که من قسم خوردم، من قسم یاد کردم، من نظر کردگی هستم که با این عبدالله ابن زبیر گپ نمیزنم. و تقول اینی نظرت، حضرت عایشه میگو که من نظر کردگی هستم. و نظر شدید، نظر خیلی سخت است، خیلی دهشت آور است که من این نظر کردم، این قسمی کردم رو بشکنم. فلم یزال بها حتی کلمت ابن الزبیری، پس فلم یزال، پس چنان پافشاری کردن، استوار ایستادن در این کارشون مسور با عبدالرحمن حتی کلمت ابن الزبیری، تا اینکه حضرت عایشه گپ زد، سخن کرد، آشتی کرد با ابن الزبیر، با خواهرزاده‌اش عبدالله آشتی کرد. و اعتقد فی نذرها ذلك 40 رقبة، و آزاد کرد حضرت عایشه رضی الله عنها در اون قسمی خوردهش، یعنی قسمش رو شکست. وقتی قسمش رو که شکست میگه آزاد کرد 40 رقبة، یعنی 40 تا کنیز رو، 40 تا برده رو آزاد کرد. 40 تا برده رو میگه حضرت عایشه رضی الله عنها برای قسمی خوردهش، قسمش رو که شکست آزاد کرد. زیرا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه و اذا حلفت علی یمین، وقتی شما قسم یاد کردید، وقتی قسم خوردید به یک کاری که همون کار رو نمیکنید، خلاصه قسم خوردید، فرأیت غیرها خیرا منها، پس غیر اون قسمتون رو بهتر دیدید از قسم خوردگیتون ده، میگه فأت الذی هو خیر، پس انجام بده کاری که بهتر است، و کفر عن یمینک، و کفاره بدهید از اون قسم خوردهتون. پس حضرت عایشه رضی الله عنها قسمش را شکست و با عبدالله ابن زبیر صحبت کرد و کفاره این قسم شکستش ده میگه 40 تا کنیز آزاد کرد، 40 تا برده را میگه آزاد کرد. و کانت تذکر نذرها بعد ذلك فتبکی، پس میگه بود حضرت عایشه رضی الله عنها
به یاد می آورد نظری کردگیش را و بعد از اون که نظرش رو میگه، قسم خوردهش رو میگه شکسته بود، حضرت عایشه رضی الله عنها به یاد می آورد، میگه فتبکی، گریه میکرد. بعد میگه حضرت عایشه رضی الله عنها به یاد می آورد اون قسم خوردهش رو، گریه میکرد. حتی تبل دموعها خمارها، تا این که میگه چنان گریه میکرد که تر میکرد اشکش چادرش را. تبل یعنی تر میکرد، دموعها یعنی اشکش، آب دیدهش، خمارها یعنی چادری حضرت عایشه رضی الله عنها را. چنان گریه میکرد، چنان گریه میکرد حضرت عایشه رضی الله عنها که حتی چادرش تر میشید از بسیار گریه کردن از اشک چشمانش. پس این بودن این بزرگوار، این بود حضرت عایشه رضی الله عنها، این بود انسانی پرهیزگار و با تقوا، این بود انسانی اهل خیر کی و حتی نظر دادگی، اون قسم خوردگیش را، کفارش را دادگی بود، اما به یاد می آورد، گریهش می گرفت و به گریه می آمد. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کرده است. این بود حدیث 1858 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این یا در اینجا چند مسئله ها هست. انسان اگر با کسی قهری کند، تا 3 روز قهری کردنش گناهگاری ندارد، گناهگار نمی شود، اما از 3 روز زیاد نباید قهری بکند. یکم مسئله. دوم مسئله، وقتی که قسم یاد میکنید یک کارده، پس خلاف قسمتون رو میبینید اولا هست، بهتر است، خوبتر است، پس قسمتون رو بشکنید و نظرتون و کفاره قسمتون رو بدهید و خلاف قسمتون رو انجام بدید، کار خیر رو انجام بدید. پس ما از این حدیث این فایده ها رو به دست می آوریم. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1859 کتاب ریاض الصالحین را می آورد و می گوید: و عن عقبه ابن عامر رضی الله عنه، یعنی از عقبه ابن عامر رضی الله عنه روایت است: ان رسول الله صلی الله علیه و سلم خرج الى قتل احد، میگه هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم برآمدند و رفتند نزد کشته های احد، نزد مرده های احد، نزد کسانی که در احد به قتل رساندگی که بودن، شهید شدگی که بودن، نزد اونها رفتند. فصل علیهم بعد 8 سنین، پس نماز گذاشت، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نزد اونها نماز گذاشت. منظور در اینجا صلا نماز نیست بلکه دعا هست، و بعضی میگن که نماز است، اما بعضی میگن که نه، دعا هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در نزد اون مردگان دعا کرد، در حق اونها دعا کرد. بعد 8 سنوات، یعنی 8 سال بعد، 8 سال بعد از جنگ احد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا کردن در حق اون شهیدای احد. کالمودع للاحیاء والاموات، یعنی که مانند کسی که خداحافظی میکند از زنده ها و مردگان، یعنی که چنان دعا کرد مانند کسی که خداحافظی میکند، پس دعاش میگه به همین طریق بود. میگه ثم طلع علی المنبر فقال، بعد میگه حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بالای منبر برآمد و گفت، بالای منبر برآمد و سخنرانی را شروع کرد و گفت که اینی بین احدکم فرط و انا شهید علیکم، گفت هر آینه من پیشتر از شما می باشم. اینی بین ایدیکم فرط، یعنی در روز قیامت من پیشتر از شما در نزد حوض می باشم. و انا شهید علیکم، و من گواهی بالای شما هستم، من بر شما
شهادتی میدهم، گواهی میدهم. و این موعدکم الحوض، پس گفت هر آینه جایی وعدگاهی ما و شما این حوض می باشد، این حوض کوثر. پس جایی که ما با شما ملاقات خواهیم کرد این نزد حوض کوثر هست. و اینی لانظر الیه من مقام هذا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید و هر آینه من نگاه کرده ایستادم به حوض کوثر من مقام هذا، یعنی از انا همین جای خودم، از انا همین بالای منبر، حالا من میگوید کوثر را دیده ایستادم. الا و اینی لست اخشى علیکم ان تشرکوا، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید آگاه باشید هر آینه من بیم ندارم بالای شما که شما شرک میارید، یعنی که من بیم این را، ترس این را ندارم که شما شرک میارید، یعنی شما ای صحابگان شرک نمیارید. من از شرک آوردن شما در ترس نیستم، زیرا که اونها دیگر شرک نمیارن، اصحاب پیغمبر صلی الله علیه وسلم با اون بزرگواری. ولکن اخشى علیکم الدنیا، ولیکن گفت مرا نگران کرده است، مرا ترسانده ایستاده است بالای شما دنیا چیزی میارد، مرا دنیا ترسانده ایستاده است. ان تنافسوها، که شما برای دنیا رقابت بکنید، مبارزه ببرید، جنگ و جدال و دشمنی را به وجود بیارید. گفت همین دنیا مرا ترسانده ایستاده است، نه اینکه شرک. یعنی این حدیث منظورش این است که مسلمان دیگر مشرک نمی شود، نه، منظور این نیست، بلکه منظورش این است که چیز این مال دنیا سبب می شود که شما با یکدیگر دشمنی میکنید، شما با یکدیگر دشمن میگردید. قال فکانت آخر نظرتین نظرتها الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. عقبه ابن عامر میگوید پس بود، میگه همین آخرین نگاه کردن من که نگاه کردم به رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی آخرین دیدار من با رسول الله همین بود که من در همین جا دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را. این حدیث متفق علیه است. میگه و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمده است ولکنی اخشى علیکم الدنیا، ولیکن میگه مرا نگران کرده است دنیا که بالای شما چی میآورد. ان تنافسوا فیها، که شما مبارزه برید و رقابت بکنید در دنیا، برای دنیا شده. و تقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم، و بجنگید شما، یعنی برای دنیا شده بجنگید. فتهلكوا، پس شما هلاک بگردید. کما هلك من كان قبلكم، چی طوری که هلاک شدن کسانی که پیش از شما بودن، یعنی پیش از شما بودگی ها به خاطر دنیا هلاک شدن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که من از این میترسم که شما را دنیا هلاک نکند، برای دنیا هلاک نشوید. قال عقبتو، عقبه راوی حدیث میگوید فکان آخر ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی المنبر، پس میگه بود آخرین لحظه که دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را بر بالای منبر. آخرین دیداری من پیغمبر صلی الله علیه و سلم در بالای منبر، میگه انا همین بود، یعنی بعد از این دیگر پیغمبر وفات کرد، دیگر ندیدمش بر بالای منبر. و فی روایت قال، در یک روایت دیگر میگوید اینی فرط لکم، یعنی من پیش و پیش شما میروم، من پیش و پیش شما میروم، یعنی پیش از شما من سفر میکنم و دنیا را پدود میگویم و در روز قیامت پیش و پیش شما هستم. و انا شهید علیکم، و من گواه هستم بالای شما. و اینی والله لانظر الى حوض الان، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید و هر آینه من قسم به الله نگاه کرده ایستادم به حوض کوثر عین حال، یعنی پیغمبر در بالای منبر که بود گفت من حالا دیده ایستادم حوضم را، حوض کوثر را دیده ایستادم. و اینی اعطیت مفاتح خزائن الارض، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید و هر آینه من داده شده که هست، به من داده شده که هست مفاتیح
خزینه های زمین، کلیدی خزینه های زمین به من داده شده کی است. او مفاتیح الارض، یا میگه پیغمبر گفت که کلیدی زمین به من داده شده کی است. و اینی والله ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. و پیغمبر میگه قسم، و هر آینه من قسم به الله نمی ترسم که شما شرک بیارید بعد از من. یعنی شما بعد از من شرک میارید. گفته از این من، یعنی از دین تو شما برمیگردید و مشرک میشوید، از این من میگن نمی ترسم، یا این من را نمی ترساند. ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیها، ولیکن میگم می ترساند من را که شما رقابت و مبارزه برید برای دنیا، در دنیا رقابتتون شروع شد، شما را دنیا هلاک بکند و مال دنیا هلاک بکند. این من را میترساند، این من را نگران کرده است، این من را گفت در تشویش آورده است. نه اینکه شرک آوردن شما، یعنی که شما دیگر ای صحابگان شرک نمیاره، زیرا که شما یقین و باوری ده هسته، اما از دنیا من میترسم که بالای شما چیزی بیارد. پس ما و شما در این شب و روز میبینیم که مردم چقدر به اهمیت شده هستند. فقط من به اهمیت یعنی در موضوع دین به اهمیت شده هستند، اما فقط تلاش و سعی و نگرانیشون و اهمیتشون و تمام سعی و تلاششون چی است؟ دنیا هست. چطوری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیث میگوید که این حدیث را امام بخاری روایت میکند از ابو هریره رضی الله عنه که میگوید یاتی علی الناس زمان، پیغمبر میگوید بالای مردم زمان میآید که لا یبال المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام. یعنی برای مرد هیچ اهمیتی ندارد، دقت نمیتید که این مالی که به دست میآورد از حلال است یا حرام. حلال و حرام بودن مال را میگه نگاه نمیکند، اهمیت نمیتید. منظور و مقصد اصلیش فقط به دست آوردن مال است و بس، دیگه از کجا این مال میآید با اون اهمیت نمیدهد. متاسفانه بسیار از مردم این طور شدن. الله سبحانه و تعالی ما و شما را نجات بدهد و ما و شما را از این صفت خبیثه و صفت مذمومه نگه بدارد. پس از این امام نووی رحمه الله میگه و المراد بالصلاه، میگه مقصد از نماز که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از 8 سال نزد شهدای احد رفت و میگه نماز خواند، یعنی که صلات استفاده برده است. میگه علی قتل احد، بر شهیدای احد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز خواند. میگه الدعاء لهم، این دعا هست. میگه چطوری که قید کردیم که بعضی ها میگوین نماز است، یعنی نماز جنازه هست، بعضی ها میگوین این دعا هست، نه نماز. لا صلات المعروفه، میگه نه اون نماز جنازه ای که ما و شما میدونیم، اون نماز جنازه نبود، میگه این دعا بود. پس این مذهب یا رأی امام نووی رحمه الله می باشد. اما بعضی از علما و مثل شیخ البانی رحمه الله و دیگر علمای دیگری هستند که میگویند نماز جنازه بود، نماز جنازه خواند پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر بالای شهیدای احد. پس این بود حدیث 1859 کتاب ریاض الصالحین با چند روایت هایش. با همین این حدیث ها هم با آخر رسید. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1860 کتاب ریاض الصالحین را می آورد. ان شاء الله این حدیث 1860 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه من را در همین جا به پایان میرسانیم. پیش از اونه که درس امروزه را در اینجا به پایان برسانم، یک اشاره به آخرین حدیثی که درس گذشته گرفته بودیم به اون حدیث یک اشاره میکنم و با همین درس من به پایان میرسد. اون حدیث 1853 کتاب ریاض الصالحین است که این حدیث را ابو هریره رضی الله عنه روایت میکرد درباره الله سبحانه و تعالی زمین را روزی یک شنبه خلق کرد و کوه را روزی، زمین را روزی شنبه خلق کرد و کوه را روزی یک شنبه خلق کرد و درخت ها را روزی دوشنبه خلق کرد و بدی ها و
سختی ها را روز سه شنبه خلق کرد و نور و نیکی ها را روز چهارشنبه خلق کرد و روز پنجشنبه الله سبحانه و تعالی حیوانات را چاروایان را چارپاها را خلق کرد و در بالای زمین منتشر و پهن گردانید و آدم علیه السلام را بعد عصر روز جمعه در آخرین خلق کردن آخرین لحظه روز جمعه یعنی گفتیم بعد نماز عصر تا شام خلق کرد. این حدیث را امام مسلم روایت میکند. پس این حدیث مخالفی آیت قرآن هست. از این حساب علما میگوید این حدیث ضعیف میباشد. این حدیث ضعیف میباشد زیرا که این حدیث مخالفی قرآن هست. در قرآن الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟ الله سبحانه و تعالی میگه که کن فیکون، یعنی الله سبحانه و تعالی تمام چیز را گفت که به وجود بیا، اون چیزها به وجود آمدن. اما به این طریقی که روزی فلان روزی فلان روزی فلان فلان چیز را خلق کرد، این ضعیف می باشد. این حدیث ضعیف می باشند. باز والله اعلم بعضی از علما این طور میگویند که مخالفی آیت قرآن است. از جمله شیخ عثیمین رحمه الله این گپ را گفته است که این مخالفی آیت قرآن است و ضعیف می باشد، اگر هرچند که امام مسلم روایتش کرده باشد هم. پس این بود یک گوشزد آگاهی نسبت به این حدیث که درس گذشته فراموش کردیم با یادرس کنیم این مسئله را. پس به همین درس امروزه را به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.